طرف مسئله میکنی او سایکو. حالا چشم دریاز دیگه خالص. چی یک پیران پلنگی پوشیدی؟ نام خدا نام خدا. و خود دختر خانه رفتی خدا اسپند کنی نظر نشی. اسپند نداریم. بربو پیدا کن. پیدا نمیشه دفتر یا نمره تلفن تا بتی ما برترایی کنم. من تلفن ندارم. خب چی ایمیل آدرس تا خوبتی؟ ایمیل آدرس هم ندارم. در فیسبوک هستی؟ نه. خیلی در کجا پیدایت کنی؟ هیچ مرا پیدا کردن نمیتونی. خیلی دل ما را که میبری کتیتی چطور میشه؟ ها؟ دیگه همراه گپ نزن. شق نکو دیگه. کو؟ اون که چقدر دختر هست تو برو. حال دخترها را چی کنم تو؟ خب من خودم زنم دارم دیگه. من خود زن. چه رقم آدم هستی تو؟ اوی حال آدم که در خانه یک درخت داشت در بیرو جنگل نمیبینه. چشمای تا پود کو. نه کو. حال من خب با کدام چشم بد طرف تو سیل نکردی. باید طرف مسئله نکن. خانه تان آدرس بده که خواستگار روان کنم بوی من خانه ندارم. خانه نداری؟ خیلی هم یال بریم خانه ما. نه چی میکنی در جوی سرک؟ سعید؟ نه. خیلی چی میخوری که مقبول استی؟ ها؟ چی خوری؟ چون خنده میکنی پت پت؟ سر تو خنده ام گرفتم. خنده دوستی یا خنده دشمنی؟ دشمنی. دشمنی دیگه خنده نداره. داره. خب؟ حال مرد دوست نداری؟ نه. من تو را دوست دارم. با من چی؟ خب من که بگم 2 دفعه دوست دارم تو نصیحی میشه دیگه. نه. خب برو دیگه اون مردکه که من آمدم حالا نه مادر جان. اوی مادر جان سلام. خوب هستی بخیر؟ جان جور بخیر؟ دیگه اوش کنی دخترک دامد گفتم چخر نام خدا دختری عاجز سنگین گفتم مادرت کجاست گفت حالا میایم گفتم خود کامت کتیش گپ میزنم. بگی برو دیگه. میرم مادر جان من کلام کار ندارم. خانه تان کجاست خاله؟ ما خانه نداریم. خانه ما در خانه پدر جان من. سعید خداحافظ. با امان خدا. با جانت روانش کردم باز میفهمی گپ است. پدر جانشه؟ که یک نان چند فقیر است. نه من پدر مادر خودم رای میکنم خانه تو. اون را رای نکنم تو رواج ما نداریم که دختر خیلی اول بیاید. صحیح شده؟ بله صحیح شد. رای تا بگی برو. وی باز گفتی برو. نه دیگه. مادر جان یک در از مراد سوال مرا چی شده؟ اینه جوان هستم آدم کاریگر هستم قد بلند هستم حال خود دختر تو هم کدام چیز زیادگی خود نداره خانه دختر نداره. تو اگه درباره دختر ما بفهمی قدر آسان نیست که هر کس بیا بگیریش و بره. ما دائم اینم تو بازی میخورم یک روز دیگه یک دختر اینم تو تیمکی موزایش تا اینجا بیادر در بالوی یک دیوال استاد بود. من گفتم بیا کتی من دیوالی میکنی اینی رقمی استاد بود. گفتن دیوالی میکنم خرچ ما داده میتونی. من گفتم ما گفت خوب خیلی بیا که بریم. من خیالم که یک میکنم اونم تو کایلول بوده. یک دختر راست پیدا کنیم اونم تو شق میکنی خاله جان. مشکل است. مشکل چیست؟ هیچ مشکل نیست. شما ها بگوین ما بابی میشم میارم دعا میکنیم خلاص. ما هیچ نمیخوایم قطعا دختر ما باید امرای ما باشه پدرش اجازه ندادم. خب پدرش اجازه میگیریم؟ او هیچ نمیم بسیار بدقار است. خیبر نته باز امروز خوبان کتیم سینما خوب بره. دختر است دیگه. اینجا افغانستان است کجا سینما است اینجا. فامیل سختگیر هستین. بله. خب خیلی غذا خوردن میریم. سعیس میری ستاره جان؟ نه من فرستم خودتان برین. خیلی. نه بیا. نه بیا گشی من نداری من نانم میجاوم میتم تا بیا. بیننده های نهایت گرامی بود برنامه شبخند و ما منتظر انتقادات پیشنهادات یگان طنز و فکایی جالب شما هستیم. آدرس ما شبخند @1tvmedia.com.
با تشکر از محترمه فوزی آریان و ستاره آریان برنامه ما را رنگین ساختن. خدا کنه از ما آزرده نشده باشین. تشکر، سفرتان بخیر باشن. تا وقتی که در وطن هستین خوش باشین و تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه ما شما.